پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 29 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف آغاز کرده شده است که او 15 دکبر سال 2019 بارای فریب به باوری مرد 50 ساله ساکن نویه اش در آمده автомашини тамғаи مرسدس بنز را به مبلغ 192,000 سومانی سودا کرده 60,000 سومانی را داده باقی مانده 132,000 سومانیش را تا حال بر نگردانیده است. اوید به حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر نورک عریضه زن 38 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 7 فوریه سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 10,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 36 ساله ساکن شهر وحدت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نویه رودکی با عریضه زن 64 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 19 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 18:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا 25,000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 15 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.